قراره توی یک هفته 1 میلیونی بشم، اصلا خوب پیش نمیره. این روز سومیه که من نخوابیدم، یه دونه ملکم. یه سری اتفاقاتی توی این ویدیو افتاد که باعث شد من کلی فالوور بگیرم. حالا بریم نشونتون بدم. قاضی بین خودمون باشه، یکی بهترین عکاسای ایرانی تو ترکیه قبول کرد بیاد به صورت مجانی ازم عکس بگیره. یه عکس این شکلی می‌خوایم بگیریم، بعد بهم گفتش یه تاپ سفید برو گیر بیار و باورتون نمیشه اگه بگم که هر رنگی هر مدلی که فکر کنین داشت، ولی اون چیزی که من میخواستم نداشت. آها راستی باید بگم که غیر از این دمپایی‌ها من چیز دیگه ای ندارم که بپوشم، مثلا همین دنبال کفش گشتم، ولی انگار مثلا رونالدو داشت کفش پاشه بلند میپوشید. نمیدونم چجوری توضیحش بدم، ولی پشت پام عین فوتبال یکم حقیقتا حس کلوف بودن کردم، ولی خب گفتم شاید اگه کفش زنانه تری بپوشم شاید درستش کنه، ولی شبیه این نازمایی شدم که میرن عروسی بعد نمیتونن. من ببخشید چرا پاهم نمیتونه صاف وایسه تو این کفش. از اونجایی که همش با بلاگرای خیلی معروف کار میکنه، راهنمایی بعدیش این بودش که جینگول بینگول زیاد به خودت بنداز. منم دنبال جینگول بینگول گشتم. بچو بدل 600 لیر. همین کششو میبینی؟ کش سرزب بستن. نه من قشنگ وایسه ولی معلوم نیست تو عکس در نتیجه بهش کنه. تو گو خوردی 600 لیر بدی مثل یه دونه بدل. پوچم دیگه حتی انگشتر رسید، فقط این عینکاشم اصلا بهم نمیومد. نمیدونم فکر کنم کلم خیلی گنده بود واسه عینکاش، چون اینجوری صدا میداد موقعی که میزد کلا. دفعه بعد از قسمت مردونه خرید میکنم. عزیزم ما ایرانیا گوشت میخوریم اینجا، میدونی تغذیه‌شون معلومه. فکر کنم معلومه که خیلی گوشت اساسا میدونی اینا التهاب PMS چقدر این به میومد و نخریدمش، یعنی خاک بر. جالب میدونی چیه؟ یک روز قبل از اینکه عکس بگیریم کل صورتم جوش شد، یعنی توی اتاق پرآب جوش زدم. خدا چرا من هر جا باید زیبا باشم؟ آبدارترین جوش، چرکترین، سه چشمترین جوشم بود. حقیقتا اگه میذاشتی تا آخر تابستون با همین دمپایایی که از میگروس سیلیر خریده بودم میگذروندم، ولی به خاطر اینکه دیگه نمیخوام آبرون براخه با بلاگرای دیگه هم کار کرده. اگه بحث خسیسی هم نی، کفشاشون اصلا راحت نی، مثلا اینم اونقدر راحت نی، پات این دمپایی در میاد. خب من اگه بخوام دمپایی بپوشم دمپایی میپوشم، من اسکلم، خب جلوشم ببندم. اینا من پدیکور میکنم بکنم تو کفش. آنباکسه ارسیه پدری کیربها و اینم ظرف و ظروف و اینا رو یعنی کلا اصلا همه چی. خب یعنی دیگه الان پدر فکر کنم خرید دیگه آزادیش رو. میخوام کوالیتی ویدیوهامو بیارم انقدی بالاتر که ویوام بیشتر شه. 256 گیگ 46 گیگ بود اونا که من باش ویدیو میگرفتم. پونم پاره میشد در دفعه. این متعلق به شما. از اونجایی که لامپم بلد نیستم وصل کنم به پدر سپردم اینها رو و پدر رو ترک کردم. از صبح کشی میکنیم. بچه من چند وقت رژیمم، بعد هیچی کربوهیدرات نمیخوردم، بعد خونریزی روده که کردم رژیممو ول کردم، بعد الان مثل خر باد کردم، چاق شدم، باد نکردم، ولی خب سعی دارم بکنمش بیرون. یعنی نمیدونم متوجه صحبتم شدی یا نه، ولی باید بکنمش بیرون و 4 تا از اینا باید بخورم تا آخر شب. آب بچه کمک میکنه که شما همه بشوره ببره و شما به توالت هدایت پیدا کنید و آره این 2 تا چای هم تاثیر میذارن. من با خاندان اون کسی که لاغری و مد کرد کار دارم. خب من الان اگه دوره رونسانس مگه بودم، منو میگفتن آفرودایت، او مای گودنس، خداوند زیبایی. یکی نمیمد میگفتش که کاشته نخون میکنی پس برو اینا رو هم بکار، یه 20 کیلو هم کم کن. به خدا رفتم موزه، یه دونه از خانوما شبیه کیم کارداشیان نبود. 2 ماه دارم هر روز ورزش میکنم و توی 2 روز برگشت. باورمه برنگشت، اینا همش توهمه. نون خوردم، کاش که شکلات بخورد. شکلات احساس کنم الان اینجا هم الان لاغر نشدم یه چند کیلو از صبح تا تقریبا
احساس میکنم ویدیوهام داره تاکسیک میشه، احساس میکنم چیکار کنم؟ مثل سگ خوردم، چجوری بیارمش بیرون؟ نمیشه. یه زن کره بود آی گردم اینجوری میدین پایین لباستونو، بعد کرم میذاریم به دستتون چون قراره ماساژ بدیم. خب حدود هر چقدر زیادتر انجام بدین بیشتر تاثیر داره روی سایز شکمتون. اول بذار کرم رو بزنم. خب کاری که میکنیم اینه، اینجوری این بغلای شکم میگیری، اینجوری میکنیم، اینجوری مثلا 200 تا گفت روزانه انجام بدیم، ولی خب اقدی انجام میدم تا دستام بشکنه من. بذار قبل و بعدم بگیرم ببینم واقعا تأثیری داره یا نه. یه بار کردم خیلی تأثیر داشت ولی شاید توهم بود. این قبل از ورزششه، بسیار ورم دارم، ببینیم چه تغییری میکنه. دفعه اولی که کردم خیلی تغییر کرد ولی ورممو یکم خوابوند. بعد از این ماساژی هم که میدم معمولا 4 ساعت گن میبندم ولی توی خواب نبندین. بچه‌ها باورم نمیشه کنسل کرد دقیقه آخری. از اونجا که من هر وقت شکست روانی میخورم به موهام چیز میکنم، آره تصمیم گرفتم که موهام چیز کنم ساعت 4 صبح. توی ویدیوش هم این شکست پشت شکست ولی خیلی باحال شد، دارم ادیتش میکنم. ببین واقعا دود داشت از سرم بلند میشد، اصلا ددیا رو بیدار کردم. ساعت رو میبینی ساعت 4 صبح بیدارش که بدبخت. البته 35 بار قبلی هم ددی ساعت 4 صبح پا شده و موهای منو رنگ کرده، در نتیجه مثلا چیز یعنی خیلی غریبی نیست. به نظرت موام میسوزه این دفعه؟ فکر نکنم. ناراحتی الان بیدارت کردم؟ نه. اینطور شد که کل برنامه‌هام کاملا عوض شد و حتی چیزایی که خریدم و خیلیشون رو استفاده نکردم، ولی گرفتم خودم یه گیریم خیلی خفن کردم. تونستم 2 تا کلیپ بگیرم ولی چون دوربین جدید بود حتی اسلو موشن میگه، یعنی اصلا کلا روز نحسی بود یکم. بچه‌ها دنبال یه همچین چیزی بودم من، با یه کسی کلاب کنم که بتونم بیشتر فالوور بگیرم. از آسمون اومد با طولش نده ویدیو میخوایم بدیم. یه ویدیو خیلی باحال درست کردیم، الان منتظرم که پست بکنیم با هم دیگه. ویو ریکوست. بچه‌ها من بعد از کلی مدت موامو رنگ کردم ولی بهتون نشون نمیدم، بعد بریم توی یوتیوب ببینین. بعدش هم قبلش خیلی خوبه. خب الان میخوام بذارمش پست اکسپت. Let's go. ایشالله ویو خورم. Let's go. یه قبل اونم پست خودم گذاشتم که رنگمون کرده بودم ولی دکولورم رو گذاشتم، رنگمون نذاشتم. اینجوری که یعنی مثلا گفتم بریم پست بعدی، بعد اینجوریه که مچمون رفت. این تخت وایت بوردی که پشت سرم میبینید برنامه امروز روش نوشته شده و سطر جدول اینه که عکسایی که 13 ساعت طول کشید واسش زحمت کشیدم پست کنم. چند تا عکس خوفناک هست، بذار بزرگش کنم. یه دونه اینه باحاله به نظرم ولی نمیدونم خیلی خشن احساس میکنم. چند تا اینان خیلی باحال بود به نظرم، تیره تر کردم، چشام داشت برق میزد. اینم ولی ترسناکه به شدت. اینو خیلی خوشم اومد. توی یک روز 7000 تا تقریبا فالوور گرفتم. اینم که بذارم انشالله بیشترم میگیرم. بحث این نیستش که قرار نیست فالوور بیاره، مثلا ممکنه 10 روز آینده یهو تو یک روز 20000 تا فالوور بیاره این ویدیو واسه من. باید تایم بدی بهش. ولی چالش اینجوریه که توی روزایی که کار میکنم میبینم چقدر تاثیر میذاره. در نتیجه توی روزایی که الان روزی که دارم کار میکنم و متاسفانه بیشتر از 7000 تا نگرفت.
نصف شب یهو عکسم تصمیم گرفت که وایرال بشه و توی یک روز 86,000 تا لایک خورد که باعث شد همه پستام وایرال شه و انقدر فالوور بگیرم. داش تو رو به حضرت عباس سابسکرایب نمی‌کنی، فالو کن بذار چالشو ببرم. داره خدا